دوستان عزیز سلام. امروز اومدیم جواب سوال خیلی از مشتری‌ها رو بدیم که آیا ما جهت یاست رو داریم میتونیم تو رخصت رو دریافت کنیم یا خیر. من بهتون بگم بله میتونید، فقط شما باید این سمت جهت یاست، اینجا این نقطه جهت توکست رو نصبش بکنید تا بتونید شبکه زیبای پارسی تیوی رو به فرکانس 11015 دریافت کنید. نمونه دریافتی ما مثل اینه که مرکزیت یاست به چی زدن؟ توکست. توجه بکنید، جلوی دیش توکست سمت راست میشه، یاست مرکز میشه. حالا کسایی که جهت توکست رو مرکز دارن یا میخوان توکست مرکز باشه، این جهت رو توکست تنظیم میکنن، یاست رو این سمت. دوستان فاصله LNB یاست تا توکست یه چیزی حدود 13 سانتی که شما دارید توی فیلم مشاهده میکنید که این فاصله رعایت بشه و ساعت LNB هم رعایت بشه، به راحتی میتونید شبکه فارسی تیوی یا جهت توکست رو تماشا کنید. پس نیازی به اضافه کردن دیش یا هزینه اضافی نیستش. پس جهت سفارش یا برای گرفتن وقت به پیج بنده که در پایین صفحه برای شما میاد مراجعه کنید، در اسرع وقت برای شما جهت توکست رو تنظیم کنید.